خب، برای این بررسی آماده ای؟ امروز به درخواست شما میریم سراغ دنیای ایندیانا جونز و دایره بزرگ. بریم، موضوع جالبیه. آره، ولی قراره از یه زاویه کاملا متفاوت بهش نگاه کنیم. منابعی که برامون فرستاده ما رو از بحثای همیشگی درباره مثلا گیم پلی و گرافیک دور میکنه. دقیقاً. و میبره به دل یک ایده فلسفی و راستشو بخوای یکم ترسناک. یکم خیلی ترسناک. انگار کل داستان بازی نه درباره پیدا کردن یه گنج که درباره فهمیدن یه نظم پنهانه. یه جور قانون کیهانی که انگار همه چیز رو کنترل میکنه. درسته. برای همین ما هم به جای مرور خطی داستان میخوایم 3 سوال کلیدی که تو این تحلیل‌ها مطرح شده رو باز کنیم. 3 سوال که شاید نگاهت رو به کل ماجرا عوض کنه. و دقیقاً همینجاست که موضوع خیلی جذاب میشه. اینکه چطور یه بازی ماجراجویی که ذاتاً باید سرگرم کننده باشه تبدیل به یه بستر برای همچین پرسش‌های بنیادینی میشه. آره، ایده اصلی اینه. چی میشه اگه نیروی حاکم بر این جهان یه خدای مهربون و شنوا نباشه؟ چی میشه اگه فقط یه قانون سرد و بی‌احساس باشه؟ مثل یه الگوریتم. عجب تعبیری. این نگاه همه چیز رو زیر سوال میبره. از اینکه قهرمان کیه تا اینکه موفقیت اصلاً یعنی چی. بسیار خوب، پس بیا با بزرگترین و شاید تکان دهنده ترین ایده‌ای که توی این منابع بود شروع کنیم. باش. یکی از تحلیلایی که فرستادی یه ادعای خیلی جسورانه میکنه. اینکه خدا تو این دنیا یک موجود یا یک شخصیت نیست، بلکه خود قانونه. این دقیقاً یعنی چی؟ چطور این ایده رو توی بازی میبینیم؟ ببین، این کلیدواژه اصلیه. خدا به مثابه قانون. توی بازی ما مدام با معابد و مکانهای باستانی طرفیم که با تله‌های فوق‌العاده پیچیده محافظت میشن. درسته، تله‌های کلاسیک ایندیانا جونز. آره، ولی عمیق‌تر از اونه. سازه‌هایی که با یه دقت ریاضیوار و تقریباً غیر انسانی ساخته شدن. تحلیل شما میگه اینا صرفاً موانع دفاعی نیستن. پس چی هستن؟ یه جور فیلتر هستن، یه سیستم انتخابگر. این سیستم قضاوت میکنه، اما نه بر اساس خوب یا بد بودن تو. اصلا براش مهم نیست نیتت خیره یا شره. یعنی اخلاقیات کلاً بی‌معنیه برای این سیستم؟ کاملاً. فقط یه چیز براش مهمه. آیا قانون رو میفهمی یا نه؟ وایسا ببینم. یعنی مثل یه برنامه کامپیوتری، اگه کد رو درست وارد کنی برنامه اجرا میشه. اگه یه ویرگول رو جا بندازی کل برنامه کرش میکنه. دقیقاً. سیستم کاری نداره که تو چقدر برای نوشتن اون کد زحمت کشیدی یا نیتت چی بوده. فقط به اون ویرگول اهمیت میده. دقیقاً. بهترین مثال همینه. این بیرحمی الگوریتمی قلب ماجراست. جهان بازی یه سیستم عامله. تله ها و پازل ها سینتکس این سیستم عامل هستن. اگه سینتکس رو بلد باشی از فیلتر رد میشی. اگه بلد نباشی سیستم بدون هیچ تردید و ذره احساس تو رو حذف میکنه. دیگه خبری از لطفاً، خواهش میکنم یا امید به بخشش نیست. یا با سیستم هماهنگ هستی یا نیستی. و اینجاست که شخصیت ایندیانا جونز یه معنای کاملا جدید پیدا میکنه. طبق این تحلیل موفقیت ایندیانا به خاطر ایمان قوی یا قلب پاکش نیست. نه اصلاً. اون موفق میشه چون یه تحلیلگر فوق‌العاده است. اون الگوها رو میبینه، نشونه ها رو میخونه و ساختار این سیستم رو کشف میکنه. داره کد رو میخونه. آره، انگار داره کد منبع این جهان باستانی رو میخونه و دیباگ میکنه. کاملا. و این بزرگترین تفاوتش با دشمناست. ببین، دشمنان بازی مثل نازی ها نگاهشون به این قدرت یه نگاه سلطه‌جویانه است. میخوان مال خودشون کنن. دقیقاً. اونا میخوان این قدرت رو تصاحب کنن، کنترلش کنن، به نفع خودشون تغییرش بدن. اونا میخوان سیستم رو هک کنن. اما ایندیانا فهمیده که این قانون، این سیستم قابل کنترل یا مذاکره نیست. فقط قابل فهمیدن است. اون به جای مقاومت کردن در برابر جریان رودخونه یاد میگیره چطور باهاش شنا کنه. پس اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی کنیم، خدا تو این جهان یه وجدان حاضر در همه جا نیست که به دعاها گوش بده. نه،
بلکه یه سری قوانین سرد، ریاضیوار و غیر قابل تغییره. سیستمی که هر عنصر ناهماهنگی رو خیلی ساده حاک میکنه. حذف میکنه. این ایده‌ای که تو یه دنیای بی احساس گیر افتادی که هیچ کس فریادت رو نمیشنوه واقعاً ترسناک نیست، چون سیستم احساس نداره، فقط پردازش میکنه. خیلی ترسناکه، چون مفهوم امید رو به چالش میکشه. ببین تو جهانی که یه خدای شخصوار هست، همیشه امید به یه معجزه، یه استثناء یا یه شانس دوباره وجود داره. درسته. اما تو جهانی که یه قانون مطلق ادارش میکنه، جایی برای استثناء نیست. این یعنی یه اشتباه کوچیک میتونه آخرین اشتباهت باشه، پایان داستان. و این ایده پایان داستان و شروع دوباره انگار توی خود اسم بازی هم پنهان شده. دایره بزرگ. چرا دایره؟ این انتخاب، این شکل هندسی خاص قطعاً اتفاقی نیست، درسته؟ اصلاً و ابداً اتفاقی نیست. دایره قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین نماد نظمه. شکلی بدون آغاز و بدون پایان. فقط تکرار. فقط تکرار. دایره بزرگ تو این بازی فقط یه مسیر جغرافیایی روی نقشه نیست که ایندیانا طی میکنه. نه، یه استعاره خیلی قدرتمنده. از چی؟ از اینکه تاریخ، جاطلبی‌ها، اشتباهات و سقوط تمدن‌ها همه در یک چرخه بی‌پایان در حال تکرار شدن هستند. دایره هشداره. هیچ کس نمیتونه از این چرخه فرار کنه. این خیلی جالبه. پس یعنی وقتی دشمنان بازی فکر میکنن دارن به سمت یه هدف جدید و بی سابقه حرکت میکنن، در واقع فقط دارن یه نقش رو توی یه نمایشنامه خیلی قدیمی بازی میکنن. دقیقاً. اونا فکر میکنن اولین کسانی هستن که میخوان این نظم رو به زانو در بیارن، ولی نیستن. و هر بار هم نتیجه یکسانه. هر بار سیستم اونا رو پس میزنه. توی یکی از تحلیلایی که فرستادی تشبیه فوق‌العاده بود، میگفت مثل بدنی که یه ویروس رو دفع میکنه. عجب. این شخصیت‌ها، این جاه طلبی‌ها، عناصر ناهماهنگ با سیستم هستن. ویروس‌های این بدن کیهانی. اونا با حرص و عجله‌شون نظم صبور و باستانی جهان رو به هم می‌ریزن. در نتیجه سیستم ایمنی کیهانی اونا رو شناسایی و حذف میکنه. دایره کامل میشه و اونا برمیگردن به نقطه اول، شکست. پس این دایره یه جورایی هم یه مکان واقعیه و هم یه قانون نامرئی، مثل یه میدان مغناطیسی که نمیبینیش ولی همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده. آره. و اگه از یه حدی بهش نزدیکتر بشی نابودت میکنه. به نظرم بهترین توصیف همینه. مجموعه‌ای از مکانهای فیزیکی که روی محیط این دایره قرار گرفتن، اما چیزی که به اونا معنا میده اون قانون نامرئیه. اون مرز بین چی و چی؟ مرزی بین درک و جهل، بین هماهنگی و آشوب. عبور از این مرز یا حتی تلاش برای دستکاریش به معنای نابودی قطعیه. پس دایره بزرگ نماد یه نظم بی‌نقص، بی‌رحم و غیر قابل تغییره و شاید این ترسناکترین نوع قدرت باشه. چرا؟ چون قدرتیه که دیده نمیشه، صدایی نداره، ولی همه چیز رو کنترل میکنه. توی یکی از منابعت از یه مثال عالی استفاده شده بود: گرانش. شما نمیتونی با گرانش مذاکره کنی یا تهدیدش کنی، درسته؟ فقط میتونی قوانینش رو یاد بگیری تا از یه ساختمون سقوط نکنی. دقیقاً. قدرت نهایی قدرتی نیست که فریاد میزنه. قدرتیه که به عنوان یه اصل بنیادین تو تار و پود واقعیت تنیده شده. چه بدونی چه ندونی مجبوری ازش اطاعت کنی. دایره همون گرانش متافیزیکی این جهانه. خب این ما رو میرسونه به خود ایندیانا جونز و آخرین سوال: اگه سیستم انقدر قدرتمند و غیر شخصیه، پس نقش قهرمان چیه؟ سوال خوبیه. یکی از تحلیل‌ها یه نگاه خیلی رادیکال داشت که اصلاً ایندیانا رو قهرمان نمیدید. این یکم تصویر همیشگی ما از اون ماجراجوی شجاع رو خراب میکنه، نه؟ کاملا خراب میکنه و برای همینه که انقدر جذابه. این شاید رادیکال ترین ایده این تحلیل ها باشه. که چی؟ که موفقیت ایندیانا جونز محصول برتری اخلاقی یا شجاعت بی حد و حصرش نیست. اون زنده میمونه چون میفهمه. یعنی چی میفهمه؟ اون یه متخصص سیستمه.
به جزئیات توجه میکنه، به هندسه معابد، به تناسب‌ها، به زبان نمادین یه تمدن فراموش شده. اون در حال حل یه پازل عظیمه، نه مبارزه در یک جنگ مقدس. برتری اون برتری در دانستن هست، نه خوب بودن. دقیقاً. در مقابل دشمنانش عجول و حریصن. میخوان سریعتر به جواب برسن، سریعتر به قدرت برسن. اونا دنبال یه راه میانبر هستن. ولی تو این سیستم هیچ راه میانبری وجود نداره. هیچ. تنها راه طی کردن مسیره. اون هم طبق قوانینی که هزاران سال پیش نوشته شده. ایندیانا این رو درک میکنه. صبر اون سلاح اصلیشه. درسته. اون میدونه که برای باز کردن یه در باستانی باید به زبان معماران اون سخن بگه، نه اینکه با دینامیت منفجرش کنه. اون به قانون احترام میذاره. نه لزوماً از روی ترس یا ایمان. نه، بلکه از روی درک علمی و باستانشناسانه. اون میدونه مقاومت در برابر چنین سیستم قدرتمندی خب احمقانه است. راستش رو بخوای این نگاه به ایندیانا جونز یکم ناامید کنندم هست. انگار اون حس ماجراجویی رمانتیکو ازش میگیره. آره میگیره. و تبدیلش میکنه به یه تکنیسین خیلی ماهر. یه قهرمان نیست، یا متخصص بقاست. کسی که یاد گرفته در برابر قانون مقاومت نکنه. دقیقاً. و این یه سوال خیلی عمیق‌تر رو برای ما پیش میاره. اگه موفقیت فقط یعنی هماهنگی با یه سیستم از پیش نوشته شده، پس اراده آزاد چی میشه؟ انتخاب‌های اخلاقی ما کجای این داستانه؟ این سوال دقیقاً میزنه به قلب این تحلیل. اگه تنها راه موفقیت تسلیم شدن در برابر یه الگوریتم کیهانی باشه، آیا ما واقعاً انتخاب میکنیم یا فقط توهم انتخاب رو داریم؟ عجب. و در نهایت سیستم اونهایی رو که با خودش هماهنگ هستن پاداش میده و بقیه رو به عنوان خطا، به عنوان یه باگ حذف میکنه. این نگاه کاملا از داستان قهرمان زدایی میکنه و اون رو به یه مطالعه موردی درباره بقا در یک محیط بیرحم و بی‌طرف تبدیل میکنه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این نگاه به بازی ایندیانا جونز و دایره بزرگ داستان رو از یه ماجراجویی هیجان انگیز به یه تراژدی کیهانی تبدیل میکنه. تعبیر خوبیه. اول دیدیم که خدا در این جهان یک قانون بی احساسه، بعد دیدیم که دایره بزرگ نماد چرخه تکراری و غیر قابل فرار تاریخه و در آخر به این نتیجه رسیدیم که قهرمان ما ایندیانا جونز شاید اصلا قهرمان نباشه، بلکه فقط یه متخصص هماهنگ شدن با این سیستم بیرحمه. دقیقاً. و شاید ترسناکترین ایده در تمام این تحلیل‌ها همینه که نیروی حاکم بر جهان نه خوبه نه بد، فقط هست. مثل یه معادله ریاضی. آره. و ما یا جزئی از جواب درست معادله هستیم یا اون متغیر اشتباهی که در نهایت از معادله حذف میشه. این نیرو نه عشق میورزه و نه نفرت داره، فقط عمل میکنه. و این سوال نهایی رو برای خود شما باقی میذاره، سوالی که اون منبع برامون به جا گذاشت و ما اون رو به شما منتقل میکنیم. اگر جهان واقعی ما هم چنین قانون پنهان و بیرحمی یا همچین الگوریتم نانوشته‌ای داشته باشه، آیا ما اون رو فهمیده ایم و داریم طبق قوانینش بازی میکنیم یا فقط خیلی خوش شانس بوده ایم که هنوز سیستم به باگ وجودی ما نرسیده تا حذفش کنه؟